در این درس من با شما 10 کلمه رو اوید ایراد کردن و نگفتن در زبان انگلیسی می‌آموزم. I try out my first no. Say no. Learn how to say no. Say no. Say no. Learning to say no. Today we're going to learn how to say no. کلمه یکم برای نگفتن در زبان انگلیسی این not this time است. Not this time. Not this time. یعنی not this time یعنی حالا نه. شما میتوانید not this time رو وقت استفاده برید که سر کنید و خواهشی به دیگر کار گذاشتن رو ندارید. مثلا سعدی can you go to play football with us? Not this time bro. یا اینکه کسی از شما خواهش میکند که با او شیرینی پزید و شما سریال دوست داشته خود را تماشا دارید، شما میتونید گوید not this time. Hey, can you cook a cake for me? Not this time. خلاصه not this time حالا نه. وریانت دوم sounds great but I can't commit. Sounds great, but I can't commit. یعنی فکری خوب اما من اجرا کردن نمیتوانم. مثلا hey let's go to the park and have fun with girls. Sounds good but I can't commit. hey بیا با باغ میرم و با دختران و میخوریم. این فکری خوب است اما من نمیتوانم. جواب سوم و وریانت سوم ایراد کردن این I'm not able to make it this week, month or year. I'm not able to make videos. یعنی من قدرتی اجرا کردن این رو این هفته یا این ماه یا این سال ندارم. I'm not able. من توانو نیستم، من قادر نیستم. این وریانت جواب رو شما در حالتی استفاده بردم که نهایت سر کنید و با کار دیگر تماما وقت گذشته ندارید. مثلا کسی با شما میگوید که hey let's go fishing و شما از سبب که کار زیاد دارید شما میتونید گوید I'm not able to make it this week. من دوام این هفته قابلی با فیشینگ رفتن رو ندارم، یعنی وقتی رفتنی با ماهیگیری ندارم. اگر میخواهید که دوام یک سال شما رو کس خلال دور نکنید شما میتونید year استفاده برید، یعنی I'm not able to make it this year. من دوام این سال این کار رو کردن نمیتونم. وریانت چهارم I'm season of no. یعنی من فصل نه هستم. ترجمه تحت لفظی من فصل نه هستم و ترجمه معنیش یعنی معنی این کلمه من از همه کار دست کشیدم، یعنی با اون کار دیگر نمیگذارم تا وقتی که این کار خود را تمام نکنم. این وریانت رو شما استفاده می‌برده میتونید وقتی که ددلاین دارید و تعجیلا باید یگان کار رو اجرا کنید و یگان کار دیگر رو شما اجرا نمیکنید، از باری همه کار رو میگذارید. مثلا I said no to him because of my deadline. You know, right now I'm a season of no. من با اون نگفتم از حسابی که ددلاین دارم، یعنی وقتی اجرا کردن دیگر کارها رو ندارم. تو میدونی که من خودی حاضر همه کارها رو پاس میگذارم، یعنی از همه کارها دست میکشم. پنجم وریانت رد کردن این if I only had a clone یا اینکه I wish there were two of me. ترجمه این یعنی کاش من دوگونیک می‌داشتم یا اینکه کاش یک سعدی دیگر می‌بود. این وریانت اصلا وریانتی معقول است برای ما، زیرا شما دیگر یگان چیز رو به دیگران نمی‌فهمونید که شما وقت ندارید، شما کارهای زیادی دارید و دیگر فقط یک جمله میگوید و خلاص if only I had a clone. کاش من یک سعدی دیگر می‌داشتم. مثلا we are going to make a party tonight. Can you join us? If only I had a clone. On Sunday we are going to organize a meeting with colleagues. Are you in? I wish there were two of me. Tak, warianti ششم I'm already booked. من در حقیقت بندم، من علیکه بندم. بوک اینجا با معنای دومی خودمان است. این بوک کتاب نیست بلکه بوک برون کردن، پیشکی یگان جو رو بند کردن است، یعنی بوک seat on the theater یک جای در کینوتئاتر گرفتن، بوک تیکت یک بلیت برون کردن. اما already booked شما میتونید استفاده برید وقتی که علاقه با یگان کار بندید و کار دیگری را اجرا کردن نمیتونید. مثلا hey can you write my essay for me? I'll pay you. Sorry I'm already booked. hey تو میتوانی برای من اسیم رو نویسی، من پرداخت میکنم. بخشش جورا من علاقه کار دارم. I'm already booked. tak وریانت هفتم how about no. این وریانت را شما بهتر با دوستان و نزدیکان خود استفاده برید، زیرا این یک وریانت
نه گفتن هزل‌آمیز است و ممکن شخصانی که با شما اونقدر نزدیک نیستند خفه شوند و اونها میتوانند از شما رنجند. How about no در زبان تاجیکی نداچ خیلی اگر نگویم چی مثلا can you help me to replace all these books? How about no تو میتونی با من کمک کنی این کتاب ها رو همه این کتاب ها رو کوچونیم اگر نگویم چی وریانت هشتم not in this lifetime در این حیات نه در این عمرم نه این کلمه رو این جمله رو شما استفاده برده میتونید در حالتی که تماما با یگان چیز راضی نیستید و شما هیچگاه این کار رو کردنی نیستید و نمیکنید مثلا are you living here alone in the home not in this lifetime در این عمرم نه در این حیات نه یعنی not in this lifetime شما 100% به دیگران خبر میدهید که شما این کار را انیق کردنی نیستید نه واسطه از حالت و چیزی که او با شما وعده میکند. وریانت نهم و همه وریانت شوخ و جالب Look squirrel شما استفاده برده میتونید با دوستان خود هنگام یگان کاری خردکک رو کردن یعنی آنها از شما میخواهند که با شما یگان جران یا که یگان چیز را با آنها دهید و شما میتونید گفته Look squirrel و شما میگریزید یعنی شما با چشم اون دوستتون اون همصحبتتون رو میگریزونید و خود زود از آنجا میگریزید مثلا Let's go to the market with me Look squirrel و شما میگریزید و آخرین کلمه برای امروز Yes with these conditions یعنی بله با این شرط ها البته در 90% حالات وقتی که شما برای اجرای کاری شرط میگذارید این کار اجرا نمیشود ویم رد میشود و در اینجا هم وریانت دهم ما این است که yes بله من راضی with these conditions با این شرط ها و شما شرط های خود را میگذارید مثال شده میتواند Hey can you translate me this text I really need your help و شما گفته میتونید yes with these conditions بله من راضیم اما با این شرط ها و شرط های دیگر که این هفته نمیتونم اون را با خودت نبار میکنی و امثال اینها و در این حالت شما با همصحبت خود میفهمونید یعنی میگوید که من راضی نیستم no not this time این بود دوستان 10 کلمه نه گفتن 10 راه نه گفتن در زبان انگلیسی ابونه شدن رو فراموش نکنید و تا درس های دیگر یعنی تا روز دوشنبه بای